إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. آیات قبلی هم الله متعال غفلت و بیخبری کفار ذکر میکنه که و همیشه مستغرق محبت دنیا و مال و متاع دنیا بودن، زرق و برق دنیا و غافل ساخته بودن از اینکه تأمل در مورد آخرت خود بکنه. یکی از جمله امراض یا بدبختی یک انسان امیسته که با وصفه که برش الله متعال هشدارهای متنوع میده برای از اینکه ضمیر از انسان بیدار شوه، متوجه مسئولیت خود در دنیا شوه و آمادگی برای آخرت خود بگیره. بدبختی بزرگ به طور انسان است که و همیشه دنیا را اصل مقصد خود قرار میده و هیچ آگاه نمیشه، بیدار نمیشه. الله متعال یکی از جمله اسباب بدبختی کفار امیر بیان میکنه. در این آیت هم الله متعال میفرماید که برای ازیا قسم هشدارا یا اسباب بیداری برشان پیش شده بود، لیکن این مردم تأمل نکرده بودند، درس عبرت نگرفته بودند. از امو خاطر وقتی که در اونجا برسن عذاب الله را ببینه باز بعد از فریاد میزنن، لیکن در حالی که فریادات در اونجا هیچ کدام فایده نداره. چرا؟ در دنیا الله متعال اسباب بیدار کننده را برش روان کرده بود که آیات قرآنی بود. قرآن کریم تمام حالات جهان دیگر را برای ما و شما پیش میکنه. منظرهای عجیبی از او را الله متعال برای ما پیش میکنه که اینطور حالت آمده نیست و این کائناتی که الله پیدا کرده به این نظم، به این شگفتی ها و عجایباتش و خصوصا انسان الله متعال طور یک موجود پیدا کرده که مشتمل به تمام عجایبات است، هیچ وقت عبث و بیهوده نیست. لیکن بازم امی مردم مسئولیت خود نمیشناسه. الله میفرماید قد کانت آیاتی تتلی علیکم. این در حقیقت جواب برای امو کفاری است که در اونجا فریاد میکرد. چرا پیش الله متعال میگه لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. امروز فریاد نکنی، برای شما هیچ نوع امداد و نصرت از طرف ما نمیشه. یعنی فریاد و زاری در دار عمل مناسب بود که دنیا بود، نه داری که در داری که جزا داده میشه. الله متعال میگه ما اسباب بیداری را براتان روان کرده بودم. قد کانت آیاتی، یقینا بود آیاتای ما تتلی علیکم که تلاوت کرده میشد بالای شما، به خاطر که شما درس عبرت بگیری، بیدار شوی. لیکن شما بودی فکنتم علی عقابکم، شما بودی که به پاشنه هایتان تنکسون، باز میگشتی، رجوع میکردی، اعراض میکردی. نه تنها اعراض، مستکبرین، در حالی که تکبر کنان از او حرکت میکرده و حتی نیازمندی یا احتیاج خودم ظاهر نمیکرده که ما به این نیاز داریم. بهی سامرن، به این قرآن کریم یا به ده حرم شما افسانه گو بودی. سامر کسی را میگه که بعد از خفتن خواب نمیشه، قصه ها میکنه، یعنی خواب ترک میکنه، قصه گویی میکنه. تهجرون، شما بیهودگویی میکردی در حق قرآن کریم. شما نه تنها که از قرآن کریم اعراض کرده، بلکه یکی خود تکبر کرده، خود کلان تراشیده، نعوذ بالله. گفت ما نیاز به این گپا نداریم. و بر علاوه به خاطر از اینکه قرآن کریم مورد تمسخر قرار داده باشه، بیهودگویی را شروع میکرده و بعد از نمازهای خفتن پنهان سخن میگفته. یکی از جمله منطق استدلال مردمی که سند نداره در میدان آمده نمیتونه امیسته، که همیشه و در حالت پنهانی و در حالت خفا در مقابل حق نشستا میکنه و پلانا را طرح میکنه، نقشه ها را میریزانه، لیکن در میدان آمده نمیتونه. علتش است که دلیل امرایشان نمی باشه. مشرکین مکه در مقابل آیات قرآن کریم هیچ نوع استادگی کرده نمیتونستند، اما در خفا و پشت سر زمانی که تنها میشدند مسخره میکردند. الله میفرماید تعجب است. افلم یدبروا القول، آیا یا تفکر نکردن در این قرآن کریم؟ مراد از قول این قرآن کریم و اعجاز قرآن کریم است، یعنی هیچ بهانه برای ازوا باقی نمانده. الله متعال برای ازیا
اسباب خیلی زیادی بیدار کننده را پیش کرده. الله متعال در اینجا عامل بدبختی امی مردم بیان میکنه. یکی از عوامل بدبختی یک انسان امیسته که الله برش اندیشه و فکر داده، استعداد داده، لیکنی در کار نمیپرته، در مورد یک چیزی تأمل نمیکنه که آیا این مفید است یا مضر است. اگر یا یک کمی تأمل میکردن در قرآن کریم و در دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا پی می بردن که دعوت پیغمبر چقدر فواید منافع در ضمن خود داره و این قرآن کریم چقدر انسان به سوی انسانیت جلب میکنه و جذب میکنه، لیکن این مردم او را نادیده گرفت. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. یا تأمل نکردند در این قرآن کریم یا در دعوت پیغمبر، یا آمده بود برشان آن چیزی که نامده بود به پیشینا، به پدرایشان نامده بود. یعنی این دعوت جدید نبود که یا قطش آشنایی نداشتند، بلکه یمو وحی بود، یمو دعوتی بود که به امتهای سابقم آمده بود. به انبیاء علیهم السلام سابقم امی دعوت آمده بود و امی دعوت پیغمبران داده بود. اگر یا این را بهانه میکرد که ما این را خبر نبودیم، باز یک راه داشتن، لیکن این دعوت با دعوت انبیاء سابقه هیچ نوع تفاوت نداشت. ام لم یعرفوا رسولهم، یا این بهانه را میگیرن که پیغمبر را نمیشناسیم، این گپشانم غلط و نادرست است، این بهانه شانم صحیح نمیشه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت شناخته شده در بین تمام مردم. صداقت و امانت و دیانت رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل معلوم و واضح و هویدا بود. از او خاطر الله میگه فهم له منکرون. شخصیت پیغمبر را نمیشناسه که یا او را خیلی ناشنا میدانه، در حالی که بالای شخصیت پیامبر خودی از یا اعتراف کرده. جعفر طیار رضی الله عنه او در پیش ملک حبشه شخصیت رسول الله را بیان میکنه. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه که در او وقت چی بود، در پیش ملک کسرا شخصیت پیغمبر را بیان میکنه. ابو سفیان که در او وقت مسلمان نبود، پیش ملک روم یعنی قیصر اظهار شخصیت رسول الله را کرده. او تلاش کرده بود. ابو سفیان امیر میگفت که من تلاش میکردم که یک چیزی دروغ بگویم، لیکن من هر چی میکردم اما دروغ آمده نمیتونست. از او خاطر هر قدر معلوماتی که در مورد شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم از پیش ابو سفیان سوال کرد، اما شخصیت پیغمبر کما هو بیان کرد. از او خاطر شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هویدا و آشکارا بوده. حالی برای از یک کدام بهانه موجود نیست که را ناشنا دانسته باشه و بگویه که ما اینطور رهبر یا اینطور شخصی که ما را دعوت میده که مبهم است، معلومات کافی در شخصیتش نداریم، از او خاطر سخنش نمیپذیریم. باز یک عذر برشان می بود، اما این عذرم نیسته. هم یقولون به جنه. این مردم میگه که بالای پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله دیوانگی است. الله می فرماید تعجب است شخصیتی که تمام سخنایش از همه سخنان بشریت کده بالاتر و عاقلتر و هوشیارتر است، سریع از اوی تهمت میلگانه. خب بله، کسایی که الله متعال اذهانشان بسته و وار نعوذ بالله مستغرق محبت دنیا و مال و متاع مادیات ساخته، چشمی از وا کور می باشه. عاقلمندترین شخص نعوذ بالله دیوانه تلقی میکنه. امروز هم کسی که دعوت به سوی حق میده و در مقابل کل مردم استادگی کرده، مردم یک طرف روان و این طرف دیگه، از او خاطر مردم را دیوانه میگه. دیوانه به خاطر میگه که منهج و راه مردم اکثریت ترک کرده، رفته یک نفر است گپا را میزنه. در هر پیغمبر امی گپا زده میشد، در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم این گپ زده شده، در مقابل شما هم زده میشه. اگر شما در مقابل رسم و رواج باطل و افکار خرافی مردم سنگر بگیری، مقاومت بکنه، مردم شما را دیوانه میگه این بیعقل است. اگر گپش راست هم است باید نزنه. چرا؟ که کل مردم یک طرف است، دیگه طرف. یکی از استدلالات غلط و منفی مردم امروز همیسته که صحیح است که همی گپایی که شما میگه درست است، لیکن جامعه کلش اینطور است. شما باید سازگار با جامعه باشه. اما برای ما قرآن درس میده که انبیاء علیهم السلام آمده به تنهایی خود مقابله در مقابل تمام خرافات و بدبختی ها و بدعت ها و شرک کرده، یک نفر بوده. این دلیل حقانیت است. الله متعال آلی اصل عیبه و اصل نقصان انگشت نما میکنه. بل جاءهم بالحق، بلکه آمده برای از یا اصل سخن ده این گپ است که آمده برای از یا پیغمبر بالحق به یک نظامی که بالکل واقعیت داره. او نظام چی میکنه؟ و اکثرهم للحق کارهون، اکثریت مردم از حق بد میبینه. چرا؟ حق موافقت با هوسهای از یا نداره، با خواهشات از یا نداره.
کدام چیزی که یا تقاضا داره، هوس داره، خواهش داره، حق مانع از او میشه. منافعی که یا همیشه دنبال میکنه توسط آمدن حق، او ختم میشه، دکانداریشان بند میشه. دیگه کدام موقف دروغی و خود ساخته اجتماعی که در پیش مردم داره، با آمدن حق امو نمایان میشه، دیگه او افشا میشه. از او خاطری مردم از حق بد میبینه، همیشه مخالفت حق او مردمای میکنه که وا نعوذ بالله در قبول کردن حق امو خواسته های خود، امو خواهشات خود پوره کرده نمیتونه. امروز که نظام دموکراسی را اکثر مردم خوش داره، به خاطر چی خوش داره؟ به خاطر ازی خوش داره که برای ازیا اجازه میده هر نوع تجاوز، هر نوع نعوذ بالله روابط جنسی را، فحاشی را، همه گپاره. از او خاطر دموکراسی را مردم خوش داره. حق و پابندی میلگانه، حدود وضع میکنه، سخنت باید در چوکات باشه، رفتارت در چوکات باشه، عملت در چوکات باشه. همه چیزایی که تو در دنیا زندگی میکنی الله متعال برش حد مقرر کرده، پلوان بندی کرده، نمیخواه که تو از او تجاوز بکنی. لیکن مردمای هوسخواه، خواهش طلب، هیچ وقت از در حق تسلیم نمیشه، مانع اونمو خواسته هایش میشه. الله متعال میگه که آیا امکان داره چیزی ترمیم شوه قطعی مردم آدم جرامت بکنه که مردم اینمی اکثریت مردم این چیزا میخواه، تو باید قطعی از او هماهنگ شوی؟ الله متعال میگه این قطعا امکان نداره. چرا؟ تابعداری حق به خواهشات مردم سبب فساد کل دنیا میشه، دنیا خراب ابتر میشه. چرا؟ به خاطری که خواسته ها و خواهشات مردم یک قسم نیست، واخو مختلف. حتی خواسته های یک شخص متضاد در بینشان ضدیت می باشه. چی جای ازی که قدر افراد جامعه است، یکیش یک چیز خواهش داره، دیگهش دیگه چیز خواهش داره، دیگهش دیگه چیز خواهش داره، هر کدام متنوع خواهشات داره. اگر حق تابعداری خواهشات ازیر شوه، ازیر بکنه، هرج مرج پیدا میشه. و در حالی که نظام آمده به خاطر وحدت افراد دنیا، انسانیت باید در یک نقطه جمع شوه، زیر یک قانون الهی حرکت بکنه، مسیر خود انتخاب بکنه، جهت یکی باشه، متنوع مختلف جهات نباشه، به خاطر که فساد و پراگندگی پیدا میشه. امروز در دنیای غرب با وصفی که تمام قوانین و ضوابط خود وضع کرده، نیروهای قوی داره، اما مهار کردن نمیتونه خواهشات افراد خود. شما میبینی تأسف در اینجاست که امروز وسایل اعلام و اخبار کلش در دست استعمار است و با جز از اونمو خوبی های خود در پخش و نشر خود چیز دیگری را نمیگذاره. امو عیوب، امو فساداتی که در وطنشان است او را گاهی هم اعلان نمیکنه و فقط دنبال ما مسلمانان را گرفته که حتی یک عیبی کوچکی که در بین سنو و خشوع شده امو را در رادیو بکشانه و او را یک ما زمزمه بکنه. اما فسادات و بدبختی هایی که در جامعه خودشان روزانه به حد کسرت میرسه، او را یک کیشه در رسانه نمیکشانه. مردم بیچاره غافل است، البته میگه همه خوبی ها و راحت و امن در اوج است. حالا کی گپا نیسته. قرآن کریم در اینجا درس میده که گاهی هم حق تابعدار خواهشات مردم نمیشه. چرا؟ اگر شوه باز دیگه قطعا امکان نداره، فساد در آسمان ها و زمین میشه، شرک، بدبختی، خواهش پرستی، عیش پرستی اضافه میشه، خود به خود دنیا بر روی فساد کشانده میشه. از امو خاطر است که گاهی هم دین تابع خواهشات مردم نیست. اما امروز ملا صاحبی ما مطابق خواهشات مردم نماز در 8 و 15 دقیقه میخونه، نماز خفتن در حالی که وقت داخل نیست و مردم تقاضا میکنه که مولوی صاحب امروز والا کمی دیر شد، 25 دقیقه شد. 25 دقیقه کی توان داره که در تراویح استاد شود؟ غم نکو دیگه، در بیگاه دیگه تریشل جور میشه، در 12 دقیقه کلش خلاص میکنن. مردم هم خوش است و این مردکم خوش است. امروز که هر قدر بدبختی آمده به خاطر ازی آمده که همیشه دین تابع خواهشات مردم شده. امروز کسی مردم تابع دین نیست، دین نمیخوان به خواسته خود چی باشه برابر بسازه. الله میگه امکان نداره. ولو اتبع الحق اهواهم، اگر حق آن چیزی که الله روان کرده نظام واقعی، نظامی که حقیقت داره یا تابعداری خواهشات از یار شوه، لفسدت السماوات والارض، آسمان ها و زمین فاسد میشد. چرا؟ به خاطر که شرک و کفر عام میشه، بدبختی ها و معصیت و گناه ها عام میشه، هر کس مطابق میل خود یک معصیت و گناه را میکنه. از امو خاطر است که پراگندگی در عالم میه. الله متعال باز در وقت عذاب خود روان میکنه، حالات اینطور نمیمانه. از امو خاطر است که حق تابع خواهشات از یا نمیشه. حالی اینجا الله متعال میگه که حق تابع خواهشات نمیشه. چرا؟ اکثریت مردم
خواهش پرست است. حال تابعداری اکثریت نشوه. دنیا خی امروز کلش پشت اکثریت گشته. قاعده است که اکثریت اول مردم آگاه نیست، حقیقت امر درک کرده نمیتونه، از عواقب یک کار یا آگاهی نداره. اول خوی طور است. دوم اگر آگاهی داشته باشه بازم نعوذ بالله امی آگاهیش تابع خواهشات می باشه. از همون خاطر مردمی که آگاه باشه و تابع خواهشات هم نباشه بسیار کم است. از همون خاطر است اگر تابعداری اکثریت میشه، اکثریت حتما نعوذ بالله در راه باطل، در فسق و فجور، در بدبختی ها روان است. امروز ببینید که اکثریت کدام طرف روان است. لفسدت السماوات والارض فاسد میشد، یعنی نعوذ بالله هوس های مردم معیار شده نمیتونه، او متضاد و متنوع است. اگر این کارا شوه که حق تابع از وا شوه، فساد در آسمان ها و زمین میه و من فیهن، و او کسی که در آسمان و زمین است هم فاسد میشه، هرج مرج پیدا میشه. هر کس به خواستی خود جهت خود چی تغییر داده رویست، یکی یک چیز میخواه یکی دیگه چیز. بل اتیناهم بذکرهم، حالان که نظام اجتماعی باید به یک سمت حرکت بکنه، هر طرف حرکت نکنه. نظام اجتماعی باید پابند قانون باشه که کلگی امو قانون بپذیره، امو قانون پیش محترم باشه. اگر امو قانون نباشه هیچ چیزی ره هم یا فایده و کمایی کرده نمیتونه. امروز در دنیای غرب یک کمی نظم و دیسیپلین که پیدا شده، فقط احترام به امو قانون وضعی خود داره. اگر امو احترام از قانون وضعی خود برداشته شود، هرج مرج و بدبختی در اونجا بیخی اوج میگیره. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. این مردم ها گناهشان نیست. الله متعال میگه ما تمام چیزایی که سبب افتخارشان، شرف و عزتشان میشه آماده کردیم، اما یا اعراض میکنه. بل اتیناهم بذکرهم، بلکه ما آوردن کردیم با ذکر، با او کتابی که سبب بیدار شدن از یا میشه. ذکر این مردم بیدار میکنه، متوجه میکنه، مسئولیت شناس جور میکنه. ما قرآن آوردیم به این خاطر که مردم بفهمه مسئولیت ما در دنیا چیست، جهت زندگی ما باید کدام طرف به کدام سمت روان باشه. قرآن کریم امی ترسیم امی تمثیل بر ما میکنه. لیکن یک مانا بل اتیناهم بذکرهم، ما آوردن کردیم با آن چیزی که مایه شرف و عزتشان بود. ذکر مانا اینجاست حیثیت و شرافتی از یارا یادآوری میکنه. همونطور کتاب یقینا که کسی به چنگ زده اما حیثیت و عزت و شرافت کمایی کرده. لیکن این مردم فهم عن ذکرهم معرضون، یا ازمی چیزی که مایه شرافت و افتخار و حیثیتشان بود ازمی اعراض میکنه، یا ایره قبول نمیکنه، راه دیگر را میگیره. امروز مسلمان ها همینطور شده. قرآن کریم که مایه شرافت و عزت ماست، قانون ازی را ترک کردیم پشت دنبال دموکراسی، افکار یعنی چکیده افکار مردم فاسد و مغرض، کدام قوانین یا مفکوری که وا جور کرده دنبال از او دویده رایستیم. او حکم و قانونی را که الله ساخته که عالم الغیب است، مصالح مردم میدانه، سر همه چیز علمی محیط داره، قانون از او را گذاشتیم، رفتیم چکیده چی را؟ نظریات چند نفر فاسده در خود برای خود قانون جور میکنیم. این بسیار بدبختی بزرگ است.